آیا می دانستی اولین قانون جهنم چیست؟ و آیا می توانی بگویی در زندگی فعلیت آرامش و آسایش را بیشتر تجربه می کنی یا سوختن در آتش زندگی سخت و شنیدن هر روز ناله های خودت؟ طبق قانون اول تمام قوانین هستی، هیچ چیزی در جهان هستی بدون قانون امکان وجود داشتن نداره. مثلا قانون بهشت اینه که هر لحظهش در راحتی و آرامش بگذرد و همه چیز بر وفق مرادت باشد. یا اولین قانون جهنم اینه که آتیشش باید همیشه روشن باشه و صدای پشیمونی و ناله ازش شنیده بشه. مثال بهشت و جهنم استعاره‌ای بود از قوانین نادیده ها، به این معنی که قانونمندی ریشه وجوده و به تجربه و ایمان و دین ما هیچ ارتباطی نداره. حالا اگر بخواهم بهشت و جهنم را به وضعیت زندگی فعلیمان تشبیه کنم، به تو میگویم اگر خود را با قانون زندگی سالم و هدفمند هماهنگ کنی، در نتیجه انسانی موفق و گویی در بهشتی و هر زمان که از این قوانین فاصله بگیری و به بیراهه بروی، میتونی خودتو تو جهنم فرض کنی. امروز مرور میکنیم 4 راهکار ساده و مطمئن که به ما کمک میکنند با کنترل توجه خودمان از زندگی خود یک بهشت کامل بسازیم و آرامش بیشتری را تجربه کنیم. تکنیک اول جمع کردن حواس و زندگی در لحظه. همه ما انسان‌ها می‌دانیم که اصلی ترین و خاص ترین ویژگی ذهن انسان که او را از همه موجودات روی زمین جدا می‌کند، قدرت تحلیل و بررسی است. به عبارتی همون فکر کردن. اما انسان برای تحلیل و پردازش افکارش به یک قدرت دیگر هم احتیاج دارد. قدرتی که در تمام موجودات روی زمین وجود دارد، اما در انسان قوی‌تر و قابل کنترل تر است و آن نیز توجه کردن است. قدرت توجه. جالب این است که از آنجایی که ما موجوداتی الکترومغناطیسی هستیم، بدن و ذهن ما هیچ وقت خاموش نمی شوند و این یعنی سیستم ذهنی ما مثل یک جریان دائمی همیشه روشن است. به عبارتی نورون‌های عصبی ما یکسره در حال جابجایی پالس‌های انرژی و انتقال پیام‌های گوناگون به نقاط مختلف بدنمان است. در نتیجه ما همیشه و در هر حالتی در حال توجه به چیزی هستیم. یا به گوشی تلفنمان توجه می‌کنیم، یا به غذا خوردن خود، یا به حرف زدن با دیگران و یا به محتوای کتابی که در دست داریم. تکنیک اول نیز برای مدیریت همین توجه است. هر روز صبح درست بعد از بیدار شدن از خواب، قبل از اینکه موبایل خودت رو دست بگیری، حتی قبل از اینکه دست و صورتت رو شستشو بدی، از خودت سوالی بپرس: ذهن من امروز باید روی چی تمرکز کنه؟ یا امروز چه موضوعی برام مهمتر از بقیه است؟ این سوال باعث می شود که از ضمیر ناخودآگاهت دعوت کنی که حضورش را در آن لحظه قوی تر کند و این کمک بزرگی به حواس جمعی تو در طول روز می کند. حالا وقت آن است که همان موضوع را در دفتر روزانه‌ات نیز بنویسی. تنها یک جمله کافی است: امروز با آرایشگرم قرار دارم. همین کار ساده باعث می شود ناخودآگاهت بفهمد که تصمیم گیرنده اصلی تویی و نه هیچ اتفاقی از بیرون، چون تو با همان سوال ساده از خود ذهنت را به مدیر برنامه‌ای تبدیل می کنی
که البته برنامه‌هایش رو هم از خود تو میگیرد. ساده بخوام بگم یعنی حواست رو کاملا جمع کردی. تکنیک دوم سواری بر امیال و سوار شدن بر موج خواسته ها و افکار روزانه. همه ما شنیده ایم که میگویند ذهن انسان هیچگاه قادر به بیکار نشستن نیست و همیشه هر طور که باشد فکری در ذهن انسان جاری است. اگر آن فکر مثبت باشد که چه بهتر، چون حس و حال خودت را نیز خوب می کند. اما اگر در طول روز هر لحظه ای که احساس کردی فکرت به سمت نگرانی و استرس رفته است، شاید به خاطر مقایسه خودت با دیگران یا شاید به خاطر جور نشدن موقعیتی مورد انتظار، زیر لب فقط یک جمله ساده بگو الان دارم چه خوراکی به ذهنم میدم، یا این چه فکریه من تو سرم دارم. در تحقیقات علمی ثابت شده که هر فکر و هر وسوسه فکری عمری محدود دارد. فقط کافی است چند دقیقه به آن اهمیت ندهیم که به صورت کاملا اتوماتیک از ذهنمان محو شوند. در این روش به جای سرکوب احساسات یا مقابله با افکار خود، آن را آگاهانه و با ذهنی باز بپذیر و به خود زمان بده که به صورت کاملا طبیعی کمرنگ شوند. می توانی با خوردن یک لیوان آب و یا چند نفس عمیق امتحان کنی یا چند پیام شاد و مثبت بخوانی و حس و حال خود را تغییر دهی. بدین صورت موج یا امواج آن فکر از درون ذهنت می گذرند و تو هنوز در جای خود هستی، چرا که ذهن همچون کودکی کنجکاو است و به هر چیزی که توجه نشان بدهی به دنبال آن می دود. تکنیک سواری بر امیال به تو یاد می دهد به جای جنگیدن با افکارت از آنها آگاهانه عبور کنی، خیلی راحت و دوستانه. پس با این سوال ساده که الان دارم چه خوراکی به ذهنم میدم، می توانی جریان انرژی را به سمت چیزهایی برگردانی که به تو فرصت رشد می دهند. تکنیک سوم بازخورد روزانه و تمرکز بر اعمال فردی. آخر هر روز درست قبل از خواب شب ترازی روزانه از خود بگیر، یعنی به ساعتهایی که آن روز گذرانده ای مروری کوتاه بکن. البته نه برای قضاوت خود و نه به شکل مسابقه با خود، فقط برای آگاه شدن از وضعیت آن روز. از خودت بپرس امروز ذهنم بیشتر درگیر چی بود؟ آیا بیشتر وقتمو روی موضوعی که صبح دربارش تمرکز کرده بودم گذاشتم؟ اگر انجامش داده بودی که چه بهتر، چون وقتی طبق برنامه خود عمل می کنی حس و حالت هم خوب می شود. اما اگر بیشتر وقت خود را صرف اتفاقات بی اهمیت کرده بودی، بدون سرزنش خودت برای یادداشت همانها نیز اقدام کن، چون آگاهی از رفتار روزانه‌ات قدم اول است برای کنترل ذهن. ضمیر ناخودآگاهت با همین نوشتن ساده میفهمد که صاحب اختیارش تویی و به مرور مطیع تو و اهداف تو می شود. پس دفتری مخصوص درست کن و هر شب فقط 3 خط بنویس. باور کن که بعد از مدتی کوتاه می بینی که هم شرایط روحیت تغییر کرده و هم تمرکزت، چون ذهن عاشق نظم و الگوهای منظم است. وقتی هر روز در یک زمان مشخص رفتاری را تکرار می کنی، یعنی به خودت برنامه‌ای منظم داده ای. بنابراین ذهن تو خودش به مرور جای بی‌نظمی قبلیت را با آن نظم عوض می کند. تکنیک چهارم تمرین سکوت و تمرکز بر ایجاد آرامش. نه مدیتیشن سنگین، نه تمرین خاص. فقط 5 دقیقه اما در سکوت مطلق، یعنی بدون هیچ موبایلی، بدون هیچ موزیک و بدون هیچ قضاوت و استرسی. نگاهت را به نقطه‌ای خیره کن و فقط اجازه بده افکارت بیایند و بروند. یعنی بهشون گیر نده
و اجازه نده که ذهنت شکارشون کنه. این یک راز نیست و تنها به دلیل همان کارکرد نورون‌های عصبی مغز ذهن ما از بیکاری خوشش نمیاد. برای نشانه هم همین بس که معمولاً کسی را پیدا نمی‌کنی که بتواند بیشتر از 10 ثانیه به هیچ چیز فکر نکند. اما تو با تمرین سکوت می‌توانی ذهنت را به این رفتار عادت دهی و همچون تکاندن خاک افکارت دوباره شفاف شوی. پس با تمرین سکوت خود را از یک قربانی افکار تبدیل کن به یک مدیر افکار. بدین ترتیب ضمیر تو نیز می‌آموزد که کنترل افکارت را به تو بسپارد. به یاد داشته باش مادامی که این تمرین روزانه را انجام بدهی به آرامش درونی و روشنی ذهنی خود ولو یک قدم نزدیکتر شده ای. با این 4 تکنیک ساده ما می توانیم افکارمان را از شلوغی و صداهای اضافه تمیز کنیم و ذهنمان را متوجه افکاری کنیم که بیشتر به کارمان می آیند و با اهداف و تصمیمهای ما هماهنگترند. چون هر زمان که ذهن ما به آرامش می رسد از یک مرکز فکری پرهرج و مرج تبدیل به ابزاری می شود برای فرار از عدم توانایی کنترل ذهن که خود بزرگترین درد بشریت است و رها شدن از جهنمی که فقط خودمان قادر به ساختنش هستیم، آن هم فقط با توجه اشتباه و انتخاب‌های نادرست. دوستان عزیز، در حرف جدید حرف برای گفتن زیاد داریم. خیلی خوشحال میشم که توی کامنت ها نظرتون رو در مورد محتوا بنویسید. لطفاً لایک ویدیو رو فراموش نکنید و با زدن روی دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش از حرف جدید حمایت کنید. تا روز بعد و ویدیوی بعد، بدرود.